موزه میمه دومین موزه مشارکتی استان از نوع مردم شناسی است. این موزه با هدف معرفی فرهنگ بومی و آداب و رسوم مردم منطقه در حمام عهد صفوی میمه با پیشینه حدود 400 سال تأسیس و راه اندازی شده. موزه مردم شناسی میمه گنجینه ای از اشیاء تاریخی برای نمایش گوشه ای از هویت تاریخی و فرهنگی مردم این خطه از دیار اصفهان. این گنجینه در حمامی مربوط به عهد صفوی راه اندازی شد. موزه میمه در یک حمام تاریخی به نام حمام گرده ایجاد شده، بعد توسط میراث فرهنگی و شهرداری به صورت مشارکتی مرمت و بازسازی گردیده و تبدیل به موزه شد. موزه‌ای که سرمایه آن همکاری مردم است. این هدیه به موزه شهر میمه. من این فرش رو هدیه کردم به موزه شهر میمه که مردم ببینن و پی برن به قدمت و فرهنگ شهرمون. در حال حاضر حدود 600 شیء تاریخی از دوره قاجار تا پهلوی که توسط مردم به این موزه هدیه داده شده نگهداری میشه. اساس کار بر اساس توجه مردم و اعتماد مردم بود که اشیا رو آوردن و اهدا کردن و الانم موزه میمه که می‌بینیم یکی از واقعا غنی‌ترین موزه هامون از نظر مردم شناسیه. از کتیبه‌ای 1000 ساله و انواع نسخ خطی تا وسایل زندگی و امرار معاش مردمان این دیار در گذشته‌ای نه چندان دور که روایتگر آداب، عقاید و سنت‌های مردم میمه است. گنجینه مردم شناسی میمه از معدود موزه‌های مشارکتی استان اصفهان و سالانه پذیرای بیش از 20,000 نفر گردشگر داخلی و خارجی است. امین برقعی، خبرگزاری صدا و سیما، میمه.